مهندسی ممکنه فعالیت‌های هنری و مهندسیتون رو خلاصه کنید؟ من از سنین 2-3 سالگی شروع کردم به کار هنری و نقاشی خیلی زیاد، تا اینکه دبستان و دبیرستان رو تمام کردم و بعد رفتم به دانشکده هنر زیبا برای رشته معماری. اونجا هم 4 سال تمام کردم. بعد به مناسبت شاید اولیم یک بورس فرانسه رو داشتم که رفتم به فرانسه. دیپلم دوم معماریمو در پاریس گرفتم از دانشکده هنرهای زیبای پاریس، بوزار، که خیلی معروف بود اون زمان. پدر، مادر، فامیل، پدر بزرگ، برادران مادر، عرض کنم که پسرعموی مادر، همه اینا اهل موسیقی هستن. پدر بزرگ من، پدر بزرگ مادری البته، پایه‌گذار موسیقی سنتی ایرانه که اون چی که الان هست یادگار ایشون هم مرحوم میرزا عبدالله روی هم رفته. بنده در یه خانواده هنر به عرصه وجود گذاشتم و در حقیقت میشه گفت این ارثیه‌ای که دارم نه در راه موسیقی بلکه در راه هنر تجسمی، نقاشی و معماری ارثیه اونهاست. این شاهکارهای معماری که شما در ایران درست کردین چی باعث شده که اینا رو به وجود بیارین؟ چی به شما الهام داده این؟ خود شخصیت کسانی که اونجا مدفون هستن و کارهایی هم که کردم روی اصل شخصیت اونها بوده. عناصر و نمادهای مختلف رو چه در معماری چه در ریاضی تلفیق کردم با هم تا یه جوری تجسم بدم در حقیقت سرگذشت و شخصیت اون افرادی که اونجا مدفون هستن. آرشیتکت ساختمان‌هایی که الان در ایران ساخت شده بعد از انقلاب این هویت ایرانی داره؟ نداره. من خیلی ها رو میشناسم که نیست، به ندرت هستن که شخصیت ایرانی دارن که حیف که اینا زیاد نیستن. خیلی ممنون.